وقتی موفق میشی نقاب خیلی از آدمای دور و نزدیک زندگیت از چهرهشون میفته. خیلی ها تا وقتی رفیقتن و با همراهی میکنن که ازشون جلو نزنی. در واقع بعضی ها هستن که ذاتاً طاقت دیدن پیشرفت و موفقیت تو رو ندارن و به هر طریقی تو مسیر زندگیت سعی میدن. به خاطر همین ممکنه قضاوتت کنن و پشت سرت حرفایی بزنن که تو رو تخریب کنن. زیاد فکرتو درگیر اینجور افراد نکن. تو باید درگیر اهدافت باشی و فقط به آرامش و پیشرفت خودت فکر کن. بذار اونا همچنان سرگرم باشن و با آرامش از کنارشون گذر کن. اما وسط همه این داستانا بعضی هم هستن که همه جوره کنارتن، چه دور باشن چه نزدیک. برات خوشحال میشن، به تو افتخار میکنن و تحسینت میکنن. این آدما رو همه جوره دو دستی نگه دار و از دستشون نده. این آدمای طلایی و موندگار زندگی تو هستن.